برای چیزی خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید و بالاخره یک استارت محکم بعد از یک سال واسه این چنل زدم. من از سال 2020 2019 تو یوتیوب استارت زدم، یعنی شروع کردم فعالیت. حالا دیگه اون ویدیوهاشو پاک کردم دیگه تموم شده رفت. برای این چنل دیگه انشالله محکم شروع کنیم و این دومین ویدیو این چنله و در هفته تقریبا فعلا 2 تا ویدیو میدیم تا انشالله بالاتر بریم. موضوع چنل هم باید بدونید چیه دیگه، سرگرمی و ولاگ و اینجور چیزا. تو این ویدیو قراره که چند تا از آگهی‌های مسخره‌ای که حالا تو دیجیکالا یا سایت‌های دیگه آگهی شده رو یه ریاکتی بهش بزنیم و ببین چجوریه. یکی از بچه‌ها چند تا آگهی گفت برات فرستادم، اونا نگاه کن، براشون ویدیو بساز و اینا، ببینیم چجوریه. خب اولی از سایت دیجیکالا این نوشته اجرا ورزشی مردانه مدل SPS. حالا به اینکه غیر اصله و اینا کاری ندارم، قیمتش رو فقط داشته باشه 4,300,000 فقط یک جوراب غیر اصل از برند آسیکس هم هست. واقعا چرا اصلا ما میگم اصلا هم آسیکس نه هم آدیداس نایک هرچی 4 میلیون چرا یک نفر باید پول بده؟ خودم رونالدو و مسیش نمیدونم جورابی بخرم 4 میلیون تومان، اونم غیر اصلا چی جدید دیجیکالا روش شده بیاد چیزی واقعا پست کنه. پوستکن موز، دقیقاً پوستکن موز به چه درد میخوره واقعا؟ اصلا یک لذت بخش این کارو به نظر من یکی پوست کردن موز، یک پوست کردن نارنگی. اصلا دستگاه پوستکن موز اون پای چیکار کنید؟ دقیقاً پوستکن موز ما رو دور ننداز. چنگال زنجیری، یعنی مثلا دستش رو شما این دسته اینجا میگیری بعد زنجیر داره بقیهش و اونم که چنگالشه دیگه. یعنی دقیقاً چجوری باید با این غذا بخوری؟ umbrella for shoes، چتر برای کفش. خب دقیقاً اینه. کارایی این دقیقاً به چه درد میخوره؟ کفشت روش بارون نریزه، خودت خیس بشه نداره، کفشت نو بمونه. حالا اینم آخه چرمی هم از کجاش قراره خیس بشه؟ این رو نگاه باز. اما خودش جدی فکر مثلا تو خیابون داری میری همچی صحنه ببینی. خب این پارت 1 این ویدیو بود دوستان، یادم رفت اول ویدیو بگم. پارت 1 این ویدیوه و بیشتر اگه کالا پیدا کردم حالا 100% پارت بعدیش هم میگیرم. خب این از این ویدیو بود، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و هنوز واقعا خیلی کار کردیم، ویدیو ریاکت ولاگ همه چی، کار زیاد داریم و این از این ویدیو بود. ممنون تا آخر این ویدیو رو تماشا کردین و تا ویدیوهای بعدی پیس.